تا او نخواهد صبا پرده گوش کفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند. حتی آخرین آیت قرآنی که آیت 281 از سوره بقره است نیز پروردگار در آن تأکید می نماید که واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. بترسید از آن روزی که برگردانیده می شود آن روز به سوی خداوند، بعد از آن وفا کرده می شود به هر یک کس آن چیزی که با پررگی وفا کرده می شود به هر کس آن چیزی که در دنیا عمل کرده. پس این چی کلمات است که اینقدر خداوند برای متقیان وعده ها کرده و برای آنهایی که از تقوا دست میکشند وعده ها را وعده نموده است. پس تقوا چیست؟ تقوا این از عذاب خداوند ترسیدن است و پرهیز نمودن از همه عملهای ناشایسته، ناقابل، عملهایی که خلاف شرعی هستند. تقوا یعنی این ترس خدا، تقوا این محبت به خدا، تقوا این پرهیزگاری است، تقوا این باشد صدق و صفا که حضرت سعدی میگویند که سجده آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. تقوا این اخلاص به خدا، تقوا این علم با عمل، تقوا این به هم آمدن ظاهر و باطن، این صورت و سیرت، این آشکارا و پنهانی، این غایب و حاضر است که خداوند می‌فرماید استعوذ بالله و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. تقوا یعنی این پیوستن به منجیات است، یعنی آن عملهایی که انسان را نجات می‌دهد. انسان باید که از دروغ، از کذب، از حسد، از بخل، از آن چیزی که خلاف فرموده های خداوند است باید دست بکشد. یعنی پیوستن به منجیات و دور بودن از مهلکات است. تقوا این دلها را از کینه و کدرت، حسد، بخل، ناتوانبینی آزاد کردن است. تقوا این عمل انجام دادن است که خالی از رو و ریا، از عجب باشد. این تقوا این حسن خلق است. تقوا این باشد با مردم سخن نرم و ملایم گفتن است. تقوا این رعایت کردن حق حقوق همسایه، تقوا این رعایت کردن حق حقوق هر یک شخص نوابسته از دین و مذهب. تقوا این در برابر تمام نباتات و مخلوقات و موجودات و حیوانات است. تقوا این اگر بگیم تارماز است. اگر ما انسان را، اگر حرکت های انسان را به یک ماشین، به یک اتومبیل مانند بکنیم، اگر ماشین تارماز نداشته باشد بالاخره صاحبش را به صدمه روبرو میگرداند و او را از بین میبرد. وقتی که انسانی که تقوا نداشته باشد پس او نیز عاقبت او را به رسوایی میبرد، عاقبت او را داخل دوزخ میگرداند. شخص تقوادار او را نمیگذارد چشمش آن چیزی که نادیدنی است ببیند. شخص تقوادار آن چیزی که دست پایی که بجای نارفتنی است او را باز می‌دارد که این چی است؟ این تقوا است، این تارماز است که او را باز می‌دارد. شخص تقوادار وقتی که غیبتی کسی و یا تهمتی کسی اگر زبان آغاز کند او را قوت و قدرت باز می‌دارد که آن قوت قدرت چیست؟ آن قوت قدرت این تقوا است، این تارماز است که انسان را باز داشته به منزل و مکان میرساند. یعنی انسان را از عملهای زیش باز داشته تقوا بالاخره به سعادتمندی دنیا و آخرت او را برده به جنت میرساند.
پس اگر شما بگوید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که ان اکثر ما یدخل الناس الجنه، سوال کرده شد که کی چیز انسانها را، اکثر انسانها را داخل جنت میکرداند؟ فقال تقوى الله و حسن خلق. این گفتند تقوای خداوندی و حسن خلق است، زیرا اینکه تقوا این سر کلی همه امرها است. حضرت شیخ فریدون عطار میگوید که چیست تقوا؟ ترک شبهات و حرام، از لباس و از شراب و از طعام، که در حقیقت حلالها حساب، حرامها عذاب و شبهتها عتاب. حلالها را حساب، حرامها را عذاب و شبهها را عتاب خواهد بود. اکنون سوال به میان می آید که آیا تقوا فقط خاص علماست و مشایخ است؟ البته تقوا زیب و زینت بخش علماست. علما باید چون آینه باشند که عوام مردم عادی در اون نگاه بینمایند و کمبودی های خود را اصلاح بینمایند. علمای تقوادار را خداوند حشامت، بزرگی و سخنش را مؤثر می‌گرداند. مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند مثل العالم الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. پیامبر ضمن حدیث فرمودند مثل عالمی که مردم را به خیر تعلیم می‌دهد، امر معروف و نهی منکر می‌کند، اما نفس خود را فراموش می‌کند، آن به مثل یک روشنی است، یک چراغ است که آن به دیگران راهنما راه نشان می‌دهد، روشنی می‌دهد تا مردم راه خود را بینمایند، بیابند و خود در آخر سوخته و خاکستر می‌شوند. خدایا ما همیشه دعا میکنیم که علم ما را با عملمون مستقر بگردان و ما را و هر یک ملت ما را از جمله متقیان بگردان. پس حضرت سعدی رحمت الله علیه میگوید که نمن ز بی عملی ملول مبست، ملامت علما ز علمی بی عمل است. و جای دیگر میفرماید از جمله کتاب‌هایی که در بر داری، سودت نکند چون نفس کافر داری. سر را به زمین چی میبری وقتی نماز، آن را به زمین ببر که بر سر داری. مراد از علم عمل است. هرچند علم اگر بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپای کتاب بر او کتاب چند. پس اول مراد از علم عمل است. و نشود باز شیخ‌های هستند که این صوفیان باید نیز در تقوا نمونه عبرت باشند، اما با تقواداری خود فخر فروشی ننمایند. میگن علم اگر هرچند بیشتر، اگر خانی گفتیم که اگر عمل در انسان نباشد، این حال علامتی نادانی او می باشد. علمت با عمل چیار گردد، قدری تو یکی از هزار گردد. اما در برابر علم داشتن از خود کبر ورزیدن درست نیست. اینجا تواضع و تقوا لازم است که دعوا مکن که از دیگران برترم به علم، چون کبر کردی از همان آدم فروتری. و شیخ‌های ما خدا از آن بکند که همیشه با یاد خدا و با ذکر خدا باشند. اما تقوا فقط این نیست که انسانیت فقط به ذکر طاعت و عبادت، نماز و روزه مشغول باشد.
تقوا در برابر این از محنت حلال ناخوردن است که دست به کار و دل بیار باشد. اما فخر فروشی نه در علم، نه در عبادت، نه در صوفیگری درست نیست. میگویند دو کس، یکی عابد بود و یکی فاسق، داخل مسجد شدند. چون از مسجد بیرون گشتند، فاسق عابد بود و عابد فاسق. چرا؟ وقتی که عابد داخل مسجد میگشت، آن با طاعت و عبادت خود فخر میکرد، مینازید. یعنی تقوا که بین خوف و رجا است، از عذاب خداوند خود را ایمن میدانست. اما مرد گناهگار که فاسق بود، از در آمدن به خانه خدا شرم میکرد و پیش خدا گردنی کج میکرد که خدا، من با این پرگناهیم امروز به خانه تو آمدم تا اینکه تو مرا مورد رحمت و مغفرتت قرار بدهی. ای خدا، نزد تو من گناهگار و شرمنده‌ام. بنابراین خداوند عابد را با فخرش فاسق و فاسق را عابد گردانید. آوردن که حضرت عیسی همراه حواریون می رفت. یک مرد بود که او راهزن آن است که دزد اگر پنهانی بدزدد، راهزن آشکارا غصب می کند. 3 سال جای این راهزن را رسیده بود و اندیشه آن کرد که ای مرد، امروز و یا فردا تو را مرگ خواهد پیگیری نمود. پس بیا حالا که وقت داری، از این راه برگرد و پیش خدا توبه بنما. او وقت چنین قرار آمد برای از این راه بازگشتن، دنباله حضرت عیسی و صحابگان او را که حواریون میگویند دنباله آنها بگردد، شاید از این راه بد او نجات بیابد. وقتی که اول در برابر ایشان قدم نهاد، خود به خود اندیشه کرد که ای مرد، تو کی هستی که در برابر ایشان قدم می‌نهی؟ تو از عقیب ایشان بگرد. و خود را کم زد و از دنباله ایشان قدم زنان روان شد. بعد کمی راه رفتن، حضرت عیسی گفت ای مردان، به هر دو نفر مراجعت کرد، هم حواریون هم به این شخص راهزن، که همه عملتان را، کارتان را از سر از نو آغاز بنمایید. پس معلوم بود که راهزن از سر نو آغاز کردن که او راهزن بود، دوست بود، آغاز می نماید. اما حواریون چی که آن چیزی که همیشه هم صحبت هم سفری حضرت عیسی علیه السلام بودند. حضرت عیسی پرسید علت در چیست؟ حواریون در جواب داد وقتی که این دوز همراه ما قدم میزد، من در عبادت خود عجب کردم و از دل گذراندم که امروز این مرد دوز را بینید که برابر ما قدم میزند و خود را در برابر ما میداند و با حواریون بودن و با طاعت و عبادت خود بودن فخر کردم. پس آن سخن حضرت عیسی که هر دو طاعت و عبادت را از سر نو آغاز کنید، آنها درک کردند. گناهگار اندیشمند از خدای، بس بهتر بود ز عابد خود ستای. گناهگار را جگر خون شد ز درد، که عابد تکیه بر عمل خویش کرد. ندانست که در بارگاه غنی، بر افتادگی بهتر بود ز کبر و منی. پس ما تا این لحظه درباره تقوای علما، مشایخ و آنهایی که خدمتگار خادم دین هستند سخن گفتیم. اما خدمتچیان دولتی هم نیست. اگر در آن چیزی که صادق به وطن باشند و دست کمبغل بیچاره را بگیرند و در آبادانی وطن سهمگزار باشند، این هم عبادت و این هم تقواداری است
که آن چیزی که دستورهایی که میشوند به خیانت، به یگان کم و کاستی به مردم برسانند، خدمتچی دولتی هم میتواند تقوادار بگردد. پس تقوا، ما اینجا در اولی سخن گفتیم که الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین، و عاقبت از برای متقیان است. و العاقبت للمتقین گفتیم و العاقبت للحاجین، عاقبت از برای حاجیان، و العاقبت للصائمین، و عاقبت خیر از برای صائمان، و العاقبت للقائمین نگفتیم، گفتیم و العاقبت للمتقین، یعنی نیکی آخرت این از برای متقیان است. که در صفی که علما متقی را به 3 قسمت جدا کردند: متقی عام، متقی خاص و متقی خاص الخاص. اگر متقی عام گروه داخل می شوند که آنها فقط از کفر و کافری پرهیز دارند اما دیگر عملها را انجام می دهند، این درجه پایانترین تقواداری است. درجه از آن بلندتر انسان‌هایی هستند که در برابر از کفر و کافری پرهیز کردن، از حرام و شبهه هم نیز پرهیز دارند. آنچه که خدا و پیامبر حرام و شبهناک است از آن هم دوری می‌جویند، اینا متقی خاص میگویند. این درجه دومی این تقواداری است. و درجه از همه عالی و بلندترین آن این باشد، این متقی خاص الخاص، که از جمع آن چیزی که خدا و پیامبر او نهی کردن باز می ایستند. پس هر یک انسان می تواند در صف متقیان خود را جای بدهد و فردای قیامت از آن وعده هایی که خداوند برای متقیان فرموده است بهره ور گردد. به منفعتی تقوا را در جامعه موردی کمی بررسی قرار دهیم که تقوا در جامعه چی منفعتی دارد. اگر مردم ما تقوادار می شدند، اگر از همه آن دروغ و تهمت و دزدی و نشعمندی و دیگر عملهایی که غیر شرعی هستند یا قابل قبول نیستند، اگر از نقطه نظر تقوا پرهیزگاری میکردند، هر آینه دیگر برای ما پیشرفت جامعه دوچند میشد، وطن گلگل میشکفت و کار میلیس و پرکرار رسود خیلی هم سهل سبک و آسان میگردید. و حتی اینکه آن اگنتی مبارزه بر ضد کروپسی هم لازم نمیشد. این شخص تقوادار هیچ وقت به حالتهای کروپسیونی، به پاره و به ریبا گرفتن جای نمیداد. اگر امروز اگر ما تقوا را اگر بگیم که گفتیم هر یک انسان میتواند تقوادار بشود، بیا تقوای در آب، تقوای در برق، تقوای در راه را ببینیم. اگر ما تقوای در برق را ببینیم، اگر هر یک انسان که خداوند میگوید که استعوذ بالله انه لا يحب المسرفون ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفون، اسراف نکنید زیرا اینکه خداوند اسرافکاران را دوست نمی‌دارد. اگر ما به اسراف برق راه ندهیم، ما شاید باید ساعت زیادتر از آن برخوردار بگردیم. لبای لبای سلام علیکم حضرت زنبور. و علیکم السلام. نسبت هم تقوی پرهیزگاری موضوع خوب مطرح کرده، دیگه دو سوال داشتیم. خوب مرحمت بفرمایید. آیا تقوی تنها در طاعت عبادت و مصیبت بین دو مسلمان است یا خیر؟ خوب این سوال امروز در جامعه کسانی هستند که خود را چنین وانمود میکنند که آنها تقوادار هستند و از خود فراموشی خود در بین مردم کبر می‌ورزند. اینجا دین اسلام نسبت این افراد چگونه است؟ خب سلامت باشید ان شاء الله. هدی مسئله ها جواب میدهم. خب صحبت ادامه میدهم. اگر ما تقوای گفتیم در آب را ببینیم که اسراف کردن
درست نیست و سری محل پرداختن آن مبلغی که برای استفاده آب و برق انجام داده ایم باید چی؟ بسپاریم. وگرنه آن طهارت و غسل و طاعت و عبادت که ما انجام میدهیم از شبهه بیرون نیست. اگر من حالتی را دیدم که همسایه به خاطری که با آشانه بلندتر آب نبراید که یک مناسبت همسایگی ناخوب داشته بودستن آن را قصداً در درون همون بنای خانه سر داده تا آب به بیرون نیاید. پس اگر ما بخواهیم که خانه همسایه نیز آب داشته باشد، میخواهیم آب داشته باشیم، پس باید خانه همسایه نیز آب داشته باشد. میخواهیم که ما برق داشته باشیم تا اینکه خانه همسایه برق داشته باشد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند احب للناس ما تحب. چیزی که برای خودت دوست می‌داری لبای لبای در یک حدیث دیگر میگن لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. اگر میگوید تا آن زمانی که چیزی که برای خودت دوست میداری برای برادری مؤمن دوست نداری، ایمان تو کامل نیست، تو مسلمانی کامل مؤمنی کامل شدن نمیتوانی. پس آن چیزی که از نگاه تقواداری به جامعه نظر بکنیم، این چنانه که گفتیم راه. اولا در راه روی نیز تقوا لازم است. اولا که چون متکبران بالای زمین قدم منه و دویم آنکه لبای علیکم جناب محترم و علیکم السلام و علیکم. خیلی در موضوع مهم امروز صحبت کرده استاد. میخوام بعد شما وقتی پرقیمت شما را نگرفته دو سوال خود را پیش بیارم. مرحمت بفرمایید. متشکریم که با ما در علاقه هستید. مناسبت خوب یعنی رحم و شفقت با عالم حیوانات را میتوان از جمله تقواداری حیوانات نامید. خب دیومش این که شما از تقوا سخن گفته استاد. حالا تقوا در جامعه امروزه چی نقش داشته میتواند؟ تقوا در جامعه. خب تقوا در جامعه. سلام. متشکریم که با ما هستید. ان شاء الله بس همین جمله را بود که از پای جواب ها میذاریم. سلامت باشید. سلامت باشید. بعداً راه گفتیم. امروزها از قدیم مردم ما یک عادت داشت که میگفت سنگ سری راه را دور کردن از واجبات ایمان است. پیامبر علیه السلام میگه اعزل العزا عن طریق المسلمین. ایذا را آن چیزی که آزار میدهد مردم را از راه دور بگردانید. این سنت پیامبر علیه السلام است. اگر شخص تقوادار میشد امروز آنقدر مقدار ظرفهای پلاستیکی که در راه میپرتایند، شخص تقوادار که محنت دیگران را قدر میکرد و میگفت که این سنت پیامبر علیه السلام است، اگر من این ظرف را پرتاب نکنم از یک ثوابیت برخوردار میکردم. تو که از درد دیگران بیغمی نشاید نام نهند آدمی. و خداوند وقتی که هست بسیار النظافت من الایمان، پاکی نظافتی از ایمان است. من بعضی دولت ها را گشتم. وقتی که به یگان دولت سفر میکنی اول به فرهنگ او، لباس ملی او، زبان او و بعداً به تازگی اطراف و کوچه های او نظر میکنی. اگر ببینی که آن شهر افلاس است، در نسبت مناسبت به آن ملت دیگرگون می شود و به چنین اندیشه می آیی که آن ملت افلاس بوده است. پس امروز اینقدر گل و گلکاری که امروز ما انجام میدیم، اینقدر محنت پول مبلغ صرف می شود، ما باید ظرفهای اگر در یک شهر دوشنبه میلیون، اگر در دیگر ریون ها 50 و 100 هزار هر انسان یک ظرف پلاستیکی پرتاید، ما این راه های خود را با یک حالت ناگوار روبرو گردانیم و
بسیار خارجی هایی که از دیگر دولت ها به مملکت ایمان می آیند ما را چی بها خواهند داد؟ پس ما را لازم است که همیشه تازگی و آزادگی را، نه اینکه یک قرض شهروندی، هم این را قرض ایمانی و وجدانی خود باید بدانیم. اینجا میخواهم سری بعضی سوال ها بگذرم. یکی سوال داد که آیا مناسبت به حیوانات نیز تقوا گفته می شود؟ مناسبت انسان را به حیوانات حتما تقوا گفته می شود. یک حدیث پیامبر علیه السلام است: اتقوا الله فی البهائم المعجمه. از حیوان‌هایی که برجا مانده و آنها که زبانی گفتار ندارند، پیامبر علیه السلام میگه بترسید. لایقش را بخورید و لایقش را سزاواری بکنید. بزرگان بهوده نگفتند میازار موری که دانه کش است، چون جان دارد و جان بهر او خوش است. من با یک مهاجر روبرو گشتم. او به من چونی نقل کرد که در شهر استیاخ روسیه بوده. وقتی که میگوید در راه ما یک هلچه مورچگان پیدا گشت، ما خواستیم او را ویران بکنیم، اما آن کسی که راهبر و خوجین این مکان بود، او ما را بسیار سرزنش کرد. لبای السلام علیکم. و علیکم السلام. از راجع ما یک سوال داشتم. خوب، مرحمت، بفرمایید. سوالم یکمش همین که یک سخن در آیت نقش تقوا در تربیت فرزندان میگه. نقش تقوا در تربیت فرزندان. خب سوال دیگه باشد این است که چی باید کنیم که مردم جامعه به تقوا باشند؟ خب رحمت، مردم چگونه مردم با تقوا شوند؟ رحمت، متشکریم که با ما هستید. ان شاء الله جواب میرسیم به سر سوال شما. خب سلامت باشید. سخن بس میگوید خواستمان هرچه مورچگان را ما ویران بنماییم، اما آن مرد ما را گفت شما مسلمان هستید، من دین شما را میدانم که به چنین امر اجازت میدهد، پس چرا شما میخواهید این مورچگان را به خانه بگردانید؟ و او ما را به ماشین خود سوار کرد و به آن شهری که زندگی میکرد برد. در راه میگوید 7 جا ما را هلچه مورچگان را نشان داد که میگفت در اینجا من هر تیر ماه یک قابچه یک لینچه گندم آورده سر این هلچه مورچگان میریزانم و در بازگشت میبینم که از آن قاب گندم نشانه نیست. پس به حسابهای من در هر یک لانه این زیاده از 200,000 مورچه زندگی میکند. این مورچه که دانه‌کش است و در باغهای شما در زندگی ضرر ندارد، آیا شما از نقطه نظر دین خودتان حقوق دارید که اینها را، این خانه ها مورچگان را ویران بکنید؟ تقوا نه اینکه انسان به انسان. وقتی که اینجا سوال آمد که تقوا فقط در برابر شخص مسلمان کردم لازم است یا غیر مسلمان، اینجا پیامبر علیه السلام میگوید اتقوا دعوة المظلوم فإن کان کافرا. از دعای میگوید مظلوم بترسید اگر چند غیر مسلمان هم باشد. پس تقوا فقط در چنین انسان به مرتبه تقواداری میرسد، هم در مناسبت با حیوانات، هم در مناسبت با انسان. فرق ندارد که او مسلمان است یا غیر مسلمان. ما قصه ها را میدانیم که آن زنی که گربه را 3 روز محکم کرد و او از گرسنگی بمرد داخل دوزخ، و آن حدیث پیامبر علیه السلام را که آن مردی که سگ تشنه را که در نزد چاه بود به چاه در آمد و با موزهایش کفشایش آب گرفته سگ را سیراب گردانید، پیامبر علیه السلام او را وعده به جنت دادند. اکنون
اینجا سوال غلطی نقش تقوا در تربیه فرزندان یا بدین آمدن فرزند. امروز اگر ما بخواهیم که مادر تاجیک باز حافظ سعدی و مولوی و جامی به دنیا بیارد، آن را ما باید با لقمه حلال تربیه بکنیم. لقمه حلال از پشت پدر سر کرده، آن آب مهینه که به بطن مادر میگذرد و آن خونه که مادر از آن خونه که فرزند از مادر می نوشد و آن که فرزند با کمال می رسانیم. می خواهیم که فرزند ما تقوادار شود، باید از لقمه حلال باشد. مرد پسر اصلا پسر نزد استاد رفت تا او را از او تعلیم بگیرد. وقتی میگوید استاد او را وابسته به شاگردان کرد، به شاگردان مدت 1 هفته او را درس گفتند. هفته دوم آن شاگرد خود به استاد مراجعت کرد که ای استاد شما خود مرا درس بدهید. هفته دیگر استاد او را تعلیم داد. وقتی که به تعلیم او مشغول گشت، در او یک دیگرگونی، یک درک و ادراک و فهم یک ذهنی ذکی دید. بعد هفته دوم با آن پسرک استاد گفت که تو به خانه رو، من آیسته آمده در خانه با پدر و مادر تو میخواهم که هم صحبت شوم. پسر را جواب داد و استاد آهسته آهسته به آن خانه نزدیک شد. وقتی که در را تق تق کرد، طفل آن کودک از در برآمد. استاد را پیشواز گرفت و بالای کت سریر شیناند. استاد به اطراف خانه نگاه کرد، چون یک خانه مقرری بود. در آن یگان دیگرگونی را ندید، نه قصر بود، نه قواله، نه خانه حشامت. پس میگد لحظه نشسته بود که باز در تق تق شد. نگاه کرد که موی سفید از در آمد که در دستش یک بند گاو. نگاه کرد که دهان گاو بسته شده است. این حالت باشد این مرد را متحیر ساخت. بعد نشست گفت همصحبت شدن از پدر این شاگرد این پسر پرسید که آیا سبب دهن گاو را بستن چی بود؟ پدر این شاگرد جواب داد که من از زمینهای انسانها بالاتر زمین دارم یک تمرقه دارم. چون از آنجا باز میگردم از بین تمرقه های مردم میگردم، به خاطر آنکه گاو من از تمرقه های مردم چیزی نخورد تا به خانه آمدن دهن آن را میبندم. پس سخن اینجاست که استاد درک کرد که در حقیقت این ذکی، این دانش و این ملکه فرزند از تقواداری پدر و مادر بوده است. حضرت عمر درباره تقواداری سخن گفتیم. تقواش تا آن جایی بود که روز میرفت و خس را از زمین برداشت و گفت ای عمر، ای کاش این خس میشدی و عذاب دوزخ رها میافتی. این از نگاه دین اگر بگیم، از نگاه دولتداری آن بود که وقتی که حضرت عمر داخل بیت المال میگشت شمع خود را داشت و از شمع بیت المال استفاده نمیکرد و شمع خود را استفاده میبرد.
لبای لبای گوش میکنیم. نشانه تقواداری تا اینجا بود و همین کودکی که ما قصهش را آوردیم آن در آخر امام غزالی شد. امام غزالی میگو بدان کودک امانت است در دست مادر پدر، دلی پاک او چون گوهر نفیس است، چون موم نقش پذیر، خالی از همه نقش هاست، چون زمینی پاک است که هر چیز که در آن بیفکنی بروید، و اگر تخم نیکی بکاری با سعادتمندی و دنیا و آخرت برسد، پدر و مادر و استاد در آن شریک باشند، و الا اگر غیر آن، یعنی اگر تخم بد بکاری آن بدبخت شود و در گناه او چیزی از ایشان برود، در گناه او نیز پدر و مادر شریک باشد. پس پیامبر علیه السلام میگوید کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیته، هر یکی ما به منزله پاسبان و هر یکی ما را از رعیت از زیر دستان خود دیده میشد. اینجا باز یک سوال آمد که چی کار بنماییم تا جامعه خواب تقوادار بگردد. من همچنانی که گفتم نقش تقوا در جامعه خیلی هم بزرگ است. اگر مردم ما تقواشان در زمانان پیش با یک کلمه که این گناه است، این ابال است و این ثواب است، مردم خدا ترس و پرهیزگار بودند. اگر برای امروز جامعه تقوادار شدن، خدا ترس شدن، و که پیامبر علیه السلام میفرمایند اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، میگد عبادت کن پروردگار همچنانی که میبینی تو او را، و اگر نبینی تو او را، هر آینه خداوند تو را میبیند که چیکار میکنی. در همه حال خداوند را حاضر میدانستند و از عذاب قیامت و از ترس خداوند داشتند. پس امروز چی میشود که جامعه را ما تقوادار، یعنی شخصی که در جامعه نه به دزدی، نه به راهزنی، نه به کارهای ناخوشایند دست نزنه، چی باید کرد؟ من چنانی گفتم لقمه حلال. بعداً این آیله است. لبه بعداً این تربیت از آیله آغاز می یابد. آیله آن چیزی هست که انسان را به کمال می رسوند. اگر ما همین حدیث پیامبر و قانون جمهوری تاجیکستان که مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند رو لبای السلام علیکم. و علیکم السلام. محترم شما خوب هستید؟ خود سلامت باشی. رحمت. تشکر زیاد شما. ما می‌نت داریم که همراه ما هستی. با مردم تاجیک میرسانید، میفهمید و در خدمت ما هستید. من یک سوال داشتم استاد اگر اجازه بدید. خب مرحمت بفرما لطفاً. همین تقوا، ترس، پرهیزگاری، همین تنها خاص علما و مشایخ و عموما پاسبان و بزرگان است یا اینکه از خاص تمام عامه مردم باشد؟ سلام، تشکرم. خب پاکی و خب دیگر خصوصیات‌های نجیب انسانی. سلامت باشید. همچنانه که گفتیم سخن عیناً درباره همین موضوع می رود که این تقوا، خدا ترسی، پرهیزگاری فراگیرنده کل جامعه است و جامعه که تقوادار هستند در آن نه حالت‌هایی که جنایتکاری و حالت‌های رباخوری کروپسیونی میگیم، این حالت‌ها خیلی کم دیده میشوند و خصوصا هر یک باید شخص مسلمان باشه. پس همین سوال همین بود که در جواب هر دو است چیکار کنیم که جامعه تقوادار بگردن. لبای. سلام علیکم. و علیکم السلام.
جان شما خوب هستین چنین هستین؟ الحمدلله سلامت باشه الحمدلله. واقعا شما یک موضوع خوبی رو دربارش صحبت کردین. اگر اجازه باشه یک دو سوال برای شما پیش کنم. مرحمت بفرمایید گوش میکنیم. سوال اول ما حضرت همین است که نقش و مرتبه تقوا در تولد فرزندان یا به دنیا آوردن فرزندان چگونه است؟ خب این سوال ما همین است که بعد از حج و زکات و نماز و روزه باز چه عملها میتواند انسان را تقوادار متقی بنماید؟ خصوصا درباره این سوال کمی هم باشد یک معلومات بدید. خب سلامت باش. من همچنانی که گفتم که پیامبر علیه السلام یک حدیث دارند: اوصیک بتقوى الله تعالی فانه رأس الامر كله. لازم بگیرید به خود تقوا را، زیرا این که تقوا رأس همه کل امر هاست. و پیامبر علیه السلام را وقتی که از اکثر مردمی که با چه عمل داخل جنت میگردند گفت تقوى الله و حسن الخلق. گفت این ترس خداوند و حسن خلق. یعنی تقوا فقط به نماز و روزه و ذکر نه، تقوا به محنت حلال، تقوا باشد این به راستی، این پرهیز کردن از دروغ، از شبهه، در حرم کسی با نظری بد ننگریستن، حق و حقوق نه انسان نه حیوان نه هر یک موجودات و مخلوقات را رعایت کردن است. من همین چگونه باید انسانی که به هر سه سوال جواب ممکن جوابگو باشد، نقش تقوا در جامعه و چی باید کرد جامعه تقوادار شود. گفتیم اول آیله آن است که وقتی اگر هر مادر تاجیک وقتی که فرزند را به مکتب گسیل میکند او به او بفهماند که ای فرزند امروز تو به مکتب میروی، در راه به کلان سالان سلام بده، در راه به آواز بلند حقارت‌های دشنام کسی را مده. پسرم اگر وقتی تو در راه میروی آن نگاه کن به لانه پرندگان، با ردتکه تیر میانداز. وقتی که تو مادر او را میکشی فرزندان او در لانه منتظر مادرند، آنها به آب و بدان میمانند و بالاخره از گرسنگی و تشنگی میمیرند و این گناه است و تو برای این گناه جواب خواهی گفت. و اگر پدر و مادر تعلیم بدهد که آن پس خورده های ظرف های پلاستیکی و کاغذ های هستند در راه نپرتا که این خلاف فرموده های خداست و گفته های معلم هاست. اگر او به فرزند فرماند که پسرم رفتی درخت را نشکن که آنجا محنت کردن، وقتی که تو اگر درخت را میشکنی بین از درخت آب میبراید که این گریه اوست. علاکه فرزند به مکتب رفتی در سمکه با جزدانی همسنفانت به اجازه دست دراز نکن، سخنانی استادت را گوش بده و سخن آوازت را از آواز استاد بلند کن. این همه تقواست. و اگر معلمین البته 24 ساعت اگر 6-8 ساعت با استادان باشد، پس باقی مانده در خانه است که اساسی تعلیم را دامن مادر، بهترین معلم این دامان مادر است. و اگر از معلمین هم خواهش میکنم که این پدر و مادران با معلمان همکاری داشته باشند، قدر ایشان را بدانند و گریبانگیر آنان نشوند. اگر معلمین هم این تقوای معلمین چیست؟ تقوای معلمین آن است که در تعلیم تربیت فرزندان از خود مسئولیت حس می‌نمایند و می شود که 2 ساعت درسی را 1 ساعت نکرده از 2 ساعت معاش نگیرند. این تقوای معلم است. و اگر آن چیزی که کانسپسیون ملی تربیت که حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده است، من این را میخواستم بگم عیناً با سوال غلطید
که تربیه غایبی، تربیه ملی، تربیه خویشتن‌شناسی، تربیه خودآگاهی ملی، تربیه وطن دوستی، تربیه اخلاقی و معنوی، تربیه حقوقی، تربیه زیبا پرستی، انا همین نشکستن درختها. این خداوند زیبا است، زیبایی را دوست می‌دارد. خداوند پاک است و پاکی را دوست می‌دارد. تربیه محنت و کس انتخاب کنی که انسانها را به محنت حلال، جوانان را جلب کردن. تربیه اقتصادی، اکولوژی چنان که ظرف و پسخورده های خود را به کوچه ها نپرتافتن، چه از نگاه جمعیتی و چه از نگاه دینی میفهمند. تربیه سیاسی، تربیه جسمانی، تربیه تأمل پذیری و طاقت پذیری، صبر، تربیه مسئولیت شناسی، تربیه حیات سالم و خود تنقید کنی و تفکر اقتصادی. اگر همینا را معلم ها حقیقتا در مکتب ها بین خوانندگان پیاده میگردانیدن، هر آینه فرزندان ما با تقوا به غایه میرسیدن. و سیمش این جامعه است. جامعه باید نسبت تعلیم و تربیه فرزندان باید بی‌طرف نباشد که خود را را دیدیم که به یگان گناه ده زد، از آن او را از این گناه کردن باز بداریم. دریغا که خردمند را باشد فرزند و خردمند نه، اگرچه علم و ادب دارد پدر، لیک میراث خود به فرزند نه. اگر اینجا سر این مسئله ها میتوان بسیار سخنهای گفت و بسیار قصه های آورد. پس پدر فرزند خود را تعلیم میداد، میگو ای پسرم دزدی نکن که خداوند همه جا حاضر است میبیند. میگوید ناگاه روز آنان از راه میگذشتند، در روبرو خود در کنار راه یک باغی پر. میگوید پدر به باغ در آمد و در باغ خواست که ای پدر بازیست که دید. پدر به اطراف نگاه کرد، کسی را ندید. گفت کی دید؟ گفت خداوند دید. پدر و مادر این یک ایدئالند، الگو نمونه فرزندند که فرزندان از پدر و مادر پیروی میکنند. اگر بخواهی که فرزندت مینوش و نشأمند نشود، اگر بخواهی که فرزندت صالح صاحب علم بگردد، پس نباشد خود در عائله نمونه باش تا فرزند از تو پیروی بنماید که پیامبر علیه السلام میفرمایند کل مولد یولد علی فطره حتی یعرب عنه لسانه فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. هر یک این طفل بر یک فطرت پاک می آید که بعد از آن پدر و مادر تا اینکه زبان از او پیدا می گردد، بعد از آن پدر و مادر او را یا یهودی یا نصرانی یا مجوسی یا او را یا انسان خوب و یا دوست و یا انسانی در جامعه منفعتناک و یا که ضررناک به کمال می آید که نقش پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند خیلی هم زیاد است. من نگاه میکنم که آیسته آیسته وقتی من به پایان رسیده ایستاده است. ضمن همین تقویت همین گفته ها یک چیز هست که ما امروز در روزهای عید، روز پرچم جمهوری تاجیکستان قرار داریم و پرچم یک رمزی دولتی است، یک نشان احترام است و من در تعلیم تربیت فرزند از حیات خودم با نابیرگانم برای تقویت این گفته ها یک مثال میارم. روز به نکاح داماد و عروسی رفتم و آن برای رفیقان شهر که لعلی پیش شه میگویند یک تافه ها، یک دستمال و یک تخم و یک چیز پیشنهاد میکند. بنده هم از آن قوطی ها 2 دانه گرفتم تا اینکه به خانه برگشتن چون نبیرگان پیشواز بیایند به دست آنها بدهم. از آن تخم‌ها که در قوطی ها بودند گرفتم آوردم و به نبیرگانی که به پیشواز بابایش دویده بودند دادم. آنها از دستم گرفته خرسند برفتند. پس از لحظه بازگشتند و با خرسندی به من گفتند بابا
گفتم چی میگویی؟ بین در این نقش پرچم است. من دیدم که آنهایی که آنها را با نقشهای پرچم سفید، سبز، سرخ زینت داده است. من باوری تام دارم که این گونه مادر حتما فرزندی وطن دوست را به دنیا می آورد. نقش مادر. آنها گرفتن و از نزدم رفتن و بعد از لحظه رفتن باز آمدن و باز گفتم بابا. باز با آنها گفتم آخی چی میخوایی؟ گفتم بابا ما را گفت زن که اینجا پرچم است، آیا اینها را شکستن ممکن است؟ انا احترام به مقدسات ملی، به پرچم، به وطن، این همه آیله آغاز می آورد. من از آن خدمتچی دولتی تأسف میخورم که احترام به مقدسات ملی ندارد و از آن خادمی دینی که احترام به مذهب و دین خود از دین مذهب خود روی میگرداند. بس امروز ما همه مردم را بگذار به روز پرچم نیست که امروزها ادامه دارد، از نام شورای علما که یک بنده عضو شورای علما است مبارکباد میگیم. بگذار پرچم تاجیکستان، پرچم صلح و صلاح، تنجی و امانی، پرچم موفقیت ها پروردگار در آسمان صاف و بیالایش و بیغبار پروردگار پرافشانی بکند. بگذار وطن ما همیشه تنج و آباد، صلح و امانی پروردگار در آن ابدی بگرداند. پروردگار به امید آن که مردم ما را مردم شخص تقوادار بگرداند سخن خود را حسن خاتمه ببخشم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.